متحده آمریکا میتواند چرخبال و هواپیماهایی را که واشنگتن و حکومت قبلی افغانستان توفه کرده بود و پیلوت‌های افغان این چرخبال‌ها و هواپیماها را در عرفه به دست طالبان سقوط کردن حکومت به تاجیکستان گریزانیدند به خود تاجیکستان توفه کند. این سخنان را فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا جنرال مایکل کوریلا بیان داشت. جنرال کوریلا هفته گذشته از تاجیکستان بازدید کرد و روز 15 میون سال 2022 در شهر دوشنبه با یک سلسله از راهبران اول این جمهوری از جمله با پرزیدنت امامعلی رحمان ملاقات داشت. ماه آگوست سال 2021 جنگجویان حرکت تندرو طالبان در روزهای خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان قدرت را در آن کشور باز به دست خود گرفتند. در آن روزها دهها پیلوت افغان همیراقان و برخی زنان و فرزندان خود را به چرخبال و هواپیماها بار کرده از افغانستان رو به فرار آوردند. از جمله گفته میشد که تنها به تاجیکستان و ازبکستان دو همسایه شمالی افغانستان بیش از 6 چرخبال و هواپیما را گریزانیدند. شماره دقیق اویاسی به تاجیکستان آورده شده در یگان جا اعلان نشده است، ولی ماه اکتبر سال 2021 امریکا 191 خلبان افغان و اهل خانواده های آنها را از تاجیکستان به کشورهای امن سیام انتقال داده بود. رژیم نو طالبان در باز طلب دارد که کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان و ازبکستان هواپیماها و چرخبال‌های به این کشور گریزانیده شده را به کابل برگردانند، ولی جنرال آمریکایی مایکل کوریلا اظهار داشت که این چرخبال و هواپیماها دقیقاً به افغانستان برگردانیده نمیشوند، چون که به تعبیر او آنها مال طالبان نیستند. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا از قوه‌های مسلح تاجیکستان اظهار سپاس کرد که تا امروز امنیت این هواپیماها و چرخبال‌ها را تامین کردند. او افزود امریکا با حکومت تاجیکستان برای پیدا کردن بهترین راه و شیوه مؤثر استفاده آنها را کار کرده ایستادند. جنرال مایکل کوریلا همچنین گفت ما امیدواریم که بتوانیم یک قسم یا همه این هواپیماها و چرخبال‌ها را به حکومت تاجیکستان بدهیم. من هنوز یگان زمان مشخص را گفتن نمیتوانم، ولی ما تمام کوشش را به خرج خواهیم داد تا این کار صورت بگیرد. این هزارات فرمانده بلندپایه امریکا به احتمال غالب ناراضگی شدید حکمان نو افغانستان را به بار خواهد آورد.